کجا هم پیار تو؟ پیار من برفتم به خوبه گفتم برم چرخی به سر گندم دیرو او داده بیدم سر پل گندم همون پل او داده بیدم من گفتن که چیز نشه سه کنم زمین او خورده نخورده میگم نو هستا کاکا این پولا ما چه کار میشه می 15,000 پول؟ پولا از کی مایی؟ پیار تو یار ما رو این پیار تو از این بچه کاکا داری هم 20,000 که نه چی؟ گیلک به خنده نمیشه خب من نمیفهمم چی میفهمم من پول دارم ما با عمر خوب دیدی 15 ریپی به کیسامو باشه خود تو نداری پیار تو نداره من می پولا خود پس از کی بستونم زنگ هم میزنم به پیار تو والله بچه کاکا فعلا دستم و تنگه خب ما خب بالا نفتادم آخی 6 7 ماه 8 ماه 1 سال ماه بشه آخی امروز می بیام آدم برارم که من پولا خور یا میبرم یا ایتا گردن ما بند باشه نیه فرشا تا خونه شما جمع میکنم میبرم من بزی و بزی نمیفهم به پیار خود زنگ میزنی هر کار میکنی پولا مگر امروز تیار کرده شه گردن ما بند باشه ما بسته دیره خب مادر ما تقریبا شاید 20 روز 15 روز میشه 15 روز میشه که برفته به 12,765 دیپیه 12,765 دیپیه فرش تا دلیزه بخریده اگر ما فرش داشته باشیم به میخونه غیر از می و همو می ای که بکار میه او هم که مادر خریده ما فرش داریم میخونه که بیایی جمع کنی اینجا خرخور بیاری اینجا بار کنی فرشو رو ببینید شهر هرته من نمیگم خود تو بگو شهر هرته اگه شهر هرته بگو شهر هرت می روزه که بیان پولار بستن می روز شهر هرت بود خود تو خبر لالا من یک چیزی به تو بگم سلام پیار بچه بیا عقلتر بچه پیار کسی نیه میگم تو که میگی بسرا کسی نیه با چی سه نه خود نیه کسی من میگم میشه یک دم پیار من صدا تو بشنم بیا بشنم من خیلی بقصه پیار تو نو صبر کن تو همی بچه کاکا خود نمیفهمیدی که پیار ما باشه یه آدم کلاورداریه من چی میفهمم؟ من بفهمیدی کلاورداره میدادم پولا خور نه تو همی بچه کاکا خود نمیفهمی درک نکردی پیار و اصلا تو بدید تا حالا برتگم خدای نکردم چه کار میکنی خور اینجا مثل شطوری بری بالا میکشی اردن تا میکنی راست میگم میشه سیکو تو خبر نداری که همین فعلا میشه پیار میبیه با من سلت میکنه تو خیلی پیار خو میترسی تو خبر نداری که می همسایه مرغ مردر به پیار اعتبار نمیبینم گیلک جو همسایه اعتبار نمیبینم من بچه کاکا اینو می سفیدی داره بیاد به پیش من که بچه کاکا میتونه پول به کار دارم مشکل دارم ناجور دارم گفتم چشم من این 15,000 په کی میدی پولار کی میدی گفت 2 ماه از 2 ماه 3 ماه 4 ماه تا حالا 8 9 ماه تیر شده گیلا نه پیار نگو خدا میگم یک چیز دیگه تو خرج کردی ریشه برات پیار نمیبرم خب تو ازی بگو که می قلینه که گفتی به چند خریدم چی همون قلین چیه همون قلینه که گفتی مادر من چون به چند بخریده او روز مادر من قلین نخریدم فرشی خریدم همون فرش قلین هم او اون تا دلش نمیبینی بدیدم ماله نه و نوان بدیدم نه و نوان ده 12,665 بالا خب شما که پول نداریم پول داریم که قلین بخریم آیا درباره قرض ما که 8 ماه تیر شده تا حال فکر نکردیم انا لیتن ما عزیز بعد شاید که امکان داره و دلگک من خسرون بیایه فهمیدی به داده من خسرون بیایه مادر میگفتم لوکی ننگیم ما یک فرشی هر رقمش غریبی کنیم ما فرشی بخریم که تا دلیز ما مرتگن دیگه پا خور بگذاری بری فرش چشمای مثل چشم گسالگه بری برش سنه ایته برش سنه مثلا بیای داده من خوش کنه ازی که شما قلینه به خوب بخریم لوکه ننگی نیم پولا مرکبتیم با لوکه ننگی ما انان ما معامله لوکه ننگ شما به شما حال دیار میکنم که لوکه ننگشیم و فهمیدی همون فرشا که بر میدارم میبرم به پیار خو بگو بچه کاکا تو رمضان بیامده اینجا گفته یا پولام یا فرش دیدون فرش نه بیم اینجا گذاشته گفتون خیر بینیم من می پولا خور می فرش میبرم به هر چی یعنی به 15 می بیخ کل می فرش بم داری په نیار زمور ما مازی که پیار کلاورداد تو پولا ور ندا ها 15,000 میاد تو تقریبا نمیته چیزی که تو میگی 2,500 پول منو اضافه میشه حساب من یعنی 2,500 ما فایده بخوریم ببر من به پیار میگم بگو فرش و بچه کاکا تو بم 15,000 بخریده ببرده ببر بیا یک امیر خودی ما جمع کنی که نمیتونه چطور جمع کنم
لوله کننده که مثلا چرخ بگیرم ببرم ای بیو اگه با تو بگم خوری نونی بیا خوری سه نفری یک نفری بخوره ای بیو کار شما که بچلید ای بیم ما فرش میبرم پیاخ و سلام بگی من حالا دکتر گفته کمیت که هستی تکون نخوری بگو بچه کاکا تو فرش با 15000 بخرید ببر خوبه کم شاور بگذاری اومد من جو برای میتاه کنه بیا اینجا که بالا در میزنی بله سنگینه کم واسه به شونه خوب کنه که نفته خیلی سنگینه خب باشه کرای شما بودم باشه برو گپی لالا بریم زنده باشی خیلی بینی آنه برو جو خیلی بینی لالا ما خسته جری به گپ زدم 150 ریپه ها بودی کی گپ زدی؟ نه لالا بینه وقت داره برو مغز سر تو خراب است حرف سرم خراب نیه کوکو یاره میتو یاره شال نمیشه نمیفته برای ما 150 به خود شما گپ زدم 10 کیلومتر مثل چرخ ما راه ما از اون چی لالا اول کو گپ نزدی خب خب 50 ریپه برو تو گفتی قبول خوبه تو گانسی عزیزمه من 150 گفتم برای ما تو با 50 سر خواه که 50 ریپه گفته 150 ریپه اول گفتم 200 چنه زدی گفتم خیلی بیاین خیلی خوب بخواه 150 ریپه از شما میستانم بعد اگه ندارم برو تو این 50 ریپه دیگه نمیست 10 کیلومتر ما بیام از 50 چیکار باشه کنم 150 ریپه تاشون کارگر بیل میزنه برو تو آخه پنج برای من 150 ریپه مثل چرخ تیل خورده این مفته کنم آماده دیگه اگه ندارم برو تو بگیر اگه ما چیکار کنم کنه داری بالا ندارم چیکار کنم ما چی فهم کنه داری از هر جمعی بگی کسان برو تو من کار دارم بگیر دیگه جنجال نکن بگی این 50 بگیر دیگه نیت شما جنجال میکنیم بعد این کوچی شما نه آخه خود تو 50 ریپه حساب تو میشه تو میگی 150 ریپه شما کوکو مغز سر شما خرابه مغز سر یک سری دیگه هم بیارن خیلی خوب تکل ببری برو تو دیگه ندارم بگه میفهمی یا نه آخه که نداری خود نمیاوردی من اشتباه کردم که من تور گرفتم سه چرخ آخه حداقل یک ذره انصاف کنیم خود سردی برسه که 50 برسه که کوکو بگی لالا یا علف کنه خورده یا او خورده ما یعنی ترتمی یا 50 شما یعنی ترتیب نمیشه بسه چرخ خوب اندازه برو تو این 50 دارم بگیر اگه مار بچه نمیگیم لالا این گپانیه همونجا گپزه نمیاردی لالا حالا من نفهمیدم برادر من تو اشته آدم میگی بگیر این 50 برو دیگه جنجال نکن نمیگیم 150 100 به دیگه هم بغض ببر بیا با بیلا بگیر اگه 50 دیگه هم به تو میارم بگیر 100 بکم و خیلی خود تانه میتونم دار از بزنی که به میسته چاو بچسته بگی کاکا چه بگی جنجال نکن دیگه بگی بگوش نمیدی میتونی لالا حالا ساعت بی دیگه هم میتونی نمیگیری خودی من نیم ساعت در میدارم چرا وا نمیکنی؟ نیم ساعت در میدارم چرا وا نمیکنی؟ کجا میبری؟ ای جا من میامنه بیا دیگه بیا 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 با تو کار دارم میگو این فرش تداریش کو چی؟ فرش تداری فرش تداری؟ آه خب فرش تداری زده بعد آدم مبالی پولا با باری پولا چی؟ چیز رمزون بیامدک انا گفتک من پیار تو پول مایم خب گفتک فرش میبرن 12,000 و چند مدر بخیرن 655 بالا انا او با 15,000 که من میخرم گفتم برو با 15 تو تو اشتباه کشتی فرش تخوری با جا بکنه بباره باری پولا غرزا خو
خب پلا قرضا خود 2.5 هزار با فایده میکنه به پیار تو. فایده میکنه تو خجالت نکشیدی بیا ما در پیش فرش خونه جمع کردنش بابا. خب گو میبرم من میشه همقدر تمرکن خور بگیرم من خودیو. کلیو میدهی به دیوار که برای فرش جمع کنه. خب بابا پاما فایده میمونه کو. فایده میمونه تو هیچ با دیگه پول داری فرش بخری. ولی خونی ما فعلا 10 هسته. نمیفهم. خب خودم من میبرم گوی فرشا تا خونی شما میبرم تو همون نویا ببرم. تو هنی کنم تنهیش یا کنیشی؟ من چه کار دارم من دیگه. من چه کار دارم؟ کلمه سیاست میکنم. خود در 16 نفر میخونی یک فرشی روش کرده نتونسته. خب بیا من دارم تکا پول بسته تکا پول پیار من میگه کلا برداره. بخش. پیار خودی کلاور داره. پیار من میگه. خب میفهم که پیار من میگه. پیار موتور میگه. چرا پیار من کلا برداشته بابا چه کاکا خوده میگه. خب میدیم نگاره بگشتی. تو خدایا ایکو توی چه کار کنده پیار من با بسرانیم سبا بکنم یک دنگه من می پیار خودم الو بابا شما با کجاییم بابا آخه بیایید سعی کنید که گیلم گل به داده بچه کوکا شما رمضان بیا آمده بالا غذا وردش تفاحش تا خونه جمع کرده ببرده به گیلان میگم چری بقی میگه 2.5 هزار فایده میکرده بابا وردش تفاحش جمع کرده ببرده همون روز مدار من 12,000 60 روپیه خریده بودم بیایی خوبه خداحافظ تو به خدای همین بران میگی لک همین وقت عقل کمال یاد نمیگی اصلا همین بران میگی لک هم کمال رنگ شدی هر چی کلمتر میشه بی عقلتر و نافهمتر میشه پاک عقل کمال خوب خونه سری شده چی با پشت سر من فس میکنی؟ چی با پشت سر من؟ خب راست میگم اشتاد تو داری فرش ببره خب فرش من پیار تو میگه بابا میگه پیار تو کلاورداریه گفتی دفتر خونه بیری تو کلاورداری من؟ باشه بده بابا بیا یعنی خودی تو گم بزنه اگه بابا بود مستقیم نیاری همینجا مستقیم دارم من بالا سر بیا بابا بود مستقیم نیاری واچه برکت گیلا بابا بیا بیسته کنی بده رفته پس تو فرشه گری میگم بابا فرشه بداده کبو برم میگم تو وقت بشی قد بده تو برگونی کلو نشدی با خودم اون روز نه ها؟ خب ما شما کی بردیم ببینی؟ میگم تو چرا میخوایی بردش که ببره اومه تو چه کار شده؟ تنی تو چه کار شده؟ خود دارم فر بابا من میخواد داره بدر که تا خونم نیست نگاهشی چیکار کنم بخوره؟ او بابا میفهمی چی گفت؟ چی گفته گو؟ من گفتم پیار بی تو آدم اینیه سعی کنیم بابا چی گفت؟ من گفتم پیار آدم گلیه او با من میگه بابا ما به آدم گلیم ها؟ نه من گفتم آدم شما گله خب او گفته که پیار تو مول مرده اعتبار نداری که یکی بابا خب یکی هم گفته که با من گفته تو نفهمیدی که پیار تو می تو کلاورداریه چرا کلا من بردشته ما کلاورداریم ها؟ او با من گفت او با تو گفته گو میگم تو چرا لبقشی غلیل یک دیگه استی بابا خود 2.5 هزار فایده میکنه به شما اما حالا کجا بیارم با فرشی به تقلیلی بیارم تا خونه خودتون با 12,000 چندی مدر نخریده بیدم بابا 15 قبول دارم با 15 تو چرا میدادی دیگه چرا میدادی دیگه میتونی کاری تو بگیرم تو بازم تنموزم تر بشی که خفشی میدی بابا مدام لیلا شما میرزه به ترمه تو مزم فکر بکن حالا من 12,000 با کجا بیارم برو خریده بخرم صبر کنید چوب کنید مدام لیلا شما بابا به ای ترمه بابا کن گپ با بینجین گپ بندازه برو همونم نگم حالا کجا بیارم 12,000 13,000 روپیه برم دلیلی بخرم خب بابا دیگه ملامت من نیم شما نه چرا چی تو چی کردی چی میگی برو خودت کار نکردی تو میام پیش من خود کار میزنم زور طلب بود
تو هم زندگی خوش جمع میکنی. کدوم زندگی؟ ما کل باشیم اگر شما زندگی دیده باشیم. زندگی ندید یا تو غیرت نکردی. چه زندگی دیدم بابا؟ تمون از شما پیران از من. تو غیرت کو نکردی. انا هی من میرم در خونه اینا خود اینا گپ میزنم. تو کامیت چیزی دنگ وارفتی هستی. کالا میتونم بگیرم لقد من رو دلت بزنم. کیف کردی؟ کیف کردم ها. کیف نکردم. دین و دل بانم تو بخیر وقت که خیلی حبیبی بخیر خوشی کمانو تو بشکنه